سلام عادی چطوری؟ سلام قربانم. قاسمی چطوره؟ خدا رو شکر. میگم یادت ننت میگفت با هادی نگرد معتادت میکنه بدبخت میکنه بیچاره. یادت دیگه امروز ننت فالو شد. ولی حمید برق رفته خوب داری موهامو کوتاه میکنی. فکر نکنم. مشکل من تو اعتماد کردن از اونجایی شروع شد که مامانم گفت بیا نمیزنم. بیا بسم الله الرحمن الرحیم. پیتزا رو براتون 4 تیکه اسلایس کنم یا 8 تیکه؟ وای نه 8 تیکه خیلی زیاده، من رژیمم چاق میشم. همون 4 تیکه کات کن لطفاً. نشستم به در نگاه میکنم. گواری ماشین فقط سمن سره. چجوره؟ انگار خیلی دوستش ندارم. این چجوره؟ وای خیلی خوشگل. از کجا آوردی؟ از خونه پارسال خریدم، هنوز یه بار نپوشیده. تو کمد لباسات آوردم. یارو با لباسایی که من اینجا خریدم بنز خرید.